انتونی بلینکن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که هفته گذشته از یک بیمارخانه کودکان در اوکراین دیدن کرد میگوید ساکنان ملکی به ویژه زنان و کودکان نرخ گران جنگ و عاقبت‌های آن را پرداخت میکنند. بلینکن که بعد دیدن اوکراین در حالت جنگ به بروسل رفت، در یک نشست مطبوعاتی در قرارگاه ناتو گفت که نرخ گران جنگ را مردم روسیه هم پرداخت میکنند. شماری عظیمی نیروهای روسیه در اوکراین قرار دارند و باعث تأسف، فاجعه و دهشت است که پرزیدنت پوتین چنین نمایش می‌دهد که با بهای گران آینده مردمش پای آدمان زیاد را می‌خواد به این چیز بکشد. بلینکن گفت که روسیه نمیتواند دور و دراز نیروهای خود را تامین کند و به همین خاطر برای دریافت سلاح به ایران و کره شمالی مراجعه کرده است. در نیویورک روسیه به برگزاری جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت کرده به قول سفیرش می‌خواهد غرب را برای ارسال کمک نظامی به اوکراین در جنگ مجازی که از جانب ناتو رهبری می‌شود انتقاد کند. دبیر کلی سازمان ناتو ینز استولتنبرگ از همپیمان‌های سازمان دعوت کرد که برای کمک به ارتش اوکراینی در سردی‌های زمستان سر و لباس ویژه گرم، گنراتور، خیمه و دیگر تجهیزات ضروری ارسال کنند. بلینکن گفت که دوستان اروپایی‌اش را در زمستان سرد بی‌گاز و نفت تنها نمی‌گذارد. شما حالا شاهد تلاش‌های بیشتری مأموریت بایدن به خاطر کمک در حل مشکلات اروپا، تلاش یاری در بحران انرژی و همزمان حفظ استواری سیاست در قبال اوکراین مثل که 6 و 7 ماه آخر می‌بینیم می‌شود. ضمن بازدید از دیگر شهری اروپایی پراگ، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا و متفقانش هر قدر ضرور باشد با اوکراین یاری خواهند کرد.